بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوة أمرنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ربنا زدنا علما. اما بعد، امروز شب شنبه 25 شعبان سال 1431 هجری موافق 6 آگوست سال 2010 برای شرح کتابی که در عالم جای اول را میگیرد. از آن روزی که الله سبحانه و تعالی انسانیت را آفرید تا روز قیامت، بهترین کتابی که بشریت آن را نوشته است این کتاب صحیح بخاری است که برای شرح آن کتاب انشاءالله به قدر امکان، اگرچه کتاب بزرگ است، کتابی که باید این را علمای کبار شرح دهند، لیکن ما به قدر امکان به سبب محبت ما به این کتاب و به سبب محبت ما به آن چیزی که در داخل این کتاب است، همچون اقتدا به گذشتگان، علمای گذشتگان، برای شرح این حدیث، این کتاب بزرگ جامع صحیح امام بخاری انشاءالله شروع میکنیم. امام مالک را پرسیدند که یک انسان بعد چند دقیقه های از عالم میگذرد، کشته میشد، به دار کشیده میشود، کدام عبادت اجرا کند؟ 1 ساعت وقت دارد، شاید چی و امر میکنید؟ گفتند که طلب العلم، طلب علم کند. گفتند قیل یا ابا عبدالله انه لا يعمل به، گفته شد که ابو عبدالله وای عمل نمی کند، علم گرفتگیش به عمل کردن وقت ندارد، از دنیا میگذرد. امام مالک گفتند که طلب العلم افضل من العمل به، اجر و ثواب طلب علم بهتر از عمل کردن است. کدام انسانی که با نیت علم گرفتن به مسجد می آید، با نیت علم گرفتن از خانش می براید، قدم های او خاک زیر می کند، انشاءالله او برای او راه جنت آسان کرده شده است. با طلب علم کند، گفتم اگرچه 1 ساعت عمرش ماندگی باشد، طلب علم کند، زیرا که طلب علم بهترین عبادت است. اگر یک انسان 1000 رکعت نماز خواند، یک انسان نشسته یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم گیرد، اجر این بهتر از اجر 1000 رکعت نماز این است. برای چی؟ برای اینکه 1000 رکعت نماز نافله این برای فایده خودش، لیکن این حدیثی که این امروز شنید این شاید برای فایده امت میشد. اگر یک کتاب نوشد، خدا با آن کتاب قبول در زمین گذارد، تمام روی زمین مانند کتاب امام بخاری پهن شود، امروز امام بخاری رحمت الله علیه تمام دنیا میشناسد. ما یک چند بزرگا داریم، بینید از جایهای ما تاجیک زبانها بسیار بزرگان برآمده است، مانند این ابو عبدالله رودکی که از پنجکینت است، یا دیگر و دیگر سعدی شیرازی اگرچه از شیراز است، یعنی اینجاها فارسی زبان است، یا عبدالرحمن جامی و دیگر ناصر خسرو و دیگر گذشتگانی که داریم، اینها یک شخصیت های حقیقت مشهور بودند، لیکن اینها را سعدی شیرازی و این رودکی و اینها را یک پارچه مردم میشناسند، پارچه مردم های فارسی زبان ها، همه دنیا نمیشناسد اینها. در دیگر دنیاها اینها شاید یگان شخصی که رساله های دکتری و ماجستری و یا همین نامزدهای علمی دارد و یگان همین مسئله متعلق باشد به فارسی زبان ها، اگر همین نشناسد
دیگر انسان‌ها اینهای نمیشناسند در تمام عالم، لیکن امام بخاری را تمام دنیا مشرق و مغرب همه میشناسند، عرب و عجم، کافر و مسلمان همه امام بخاری را میشناسند. در بین علماهای اسلام آن امامی که در تمام دنیا مشهور است این امام بخاری است، خدا رحمت کنه. بنابراین ما این همدیار خود ما که بین ما و بین بخارا مدت دراز و مسافه دراز هم نیست که آنها نیز زبان تاجیکی سخن میکنند تا حال و ما نیز تاجیک زبان هستیم. امام بخاری تاجیک زبان بودند، یکی از گذشتگان ما و شما بودند. سال 194 هجری به دنیا آمدند، سال 194 هجری، یعنی پیغمبر سال 10 هجری وفات کردند. 1 هجری یعنی 1 هجری هجرت از مکه به مدینه هجرت کردند. بعد 10 سال از عالم چشم پوشیدند. 194 امام بخاری تولد شد، یعنی بعد 184 سال وفات پیغمبر امام بخاری به دنیا آمدند. محمد نامشان، ابن اسماعیل نام پدرشان اسماعیل، ابن ابراهیم نام باباشان ابراهیم، ابن المغیره نام بابا کلانشان مغیره، بردیز به البخاری، یعنی بردیز به لهجه بخاراگی ها این دهقان است، یعنی دهقان زاده ها. بخاری نسبتا به شهر بخارا. امام بخاری سال 194 هجری به دنیا آمد در شهر بخارا. در سیر اعلام نبلا امام ذهبی می‌آورند که در سن 4 سالگیشان چشمشان نابینا شده بود. مادرشان شبها وقتی که همه خواب میکرد خسته دعا میکردن، نماز میخواندن، صدقه میکردن، صدقه ای که دست راست صدقه کنه دست چپ نمیفهمید. بسیار گریه میکرد، بسیار دعا میکرد، بسیار صدقه سری میکرد. حتی شب در خواب میبیند که ابراهیم خلیل الله پیغمبر خدا را در خواب میبیند. میگوید که ابراهیم علیه السلام میگوید که رو به نزد فرزندت الله تعالی چشم فرزندت برگردانید. میگوید حقیقت سحر میخیزد که چشم محمد ابن اسماعیل بینا هست، یعنی دیده میتونه. اصلا او بینا بود، یک مدت نابینا شد، باز الله تعالی چشمش برگردانید. سپس مادرش گفت که اکنون تو حیات خود را نظر میکنی، میبخشی برای حفظ کردن سخنهای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. حیاتت برای اینکه چشم دار. حالا اگر بعضی آدمایی که بی چشم هستند، چشم ندارن، اگر آنها چی آرزو داری گوید میگوین آرزوهای آنها، اگر چی خدا پول و مال دنیاشون نگیرد همیشه، لیکن برای آنها چشم بیاد. تمام پول و مال دنیای صرف کنید و الله تعالی از وی چشم گرفته باشد، یعنی خاطراتون جمع کنید و این نابینا هست در دنیا. لیکن اینجا الله تعالی برگردانید، دعای مادر را قبول کرد، صدقه های او فایده داد، دعاهای و نمازهای او فایده داد. امام بخاری را گفت اکنون حیاتت نظر میکنه که برای علم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت جدا میکنه. امام بخاری در ایام خردسالی قرآن کریم را حفظ کردند و در علمای بخارا تعلیم میگرفتند. حتی مسئله های علم های کلام، یعنی علم حدیث اشتراک میکردند. در نزد بعضی استادها علم حدیث گوش میکردند و نامی عالم را ابو زبیر را زبیر که گفت از استاد خطاگی افتند. از استاد وقتی که خطاگی افتند استاد جمع کرد که ای بچه گفت سخنی من نگردان. امام گفتن که اگر باور نکنید یک بار در آیید به خانه‌تان به اصل خود نظر کنید، یعنی به کتاب خود نظر کنید. در آمده دید و گفت و بر آمده گفت که ماذا کیف قلت یا غلام، چه خیلی گفتی ای بچه؟ گشته امام بخاری تکرار کردن که گفت که صدقت، راست گفتی. گفت بعد پرسیدن که امام بخاری همونجا چند ساله بودی؟ گفتم که 11 ساله بودم. امروز شاید عالمای 60 ساله 70 ساله این علم نمیفهمند. علم مرد شناسی در داخل سند مردهای بیگانه اگر بین درآید و جدا کردن آمیختگی نامها، اگر اشتباهی نامها شود اینا نمیتونن جدا کرده.
لیکن بین در سن 11 سالگی تمام علم بخارای علمهای عربی و قرآن و دیگر علمهای خورده از خود کرده و علم حدیث شروع کرده. بعد در سن 16 سالگیشان همراهی مادرشان و همراهی برادرشان عبدالله 3 نفر به سفر حج براندن. پدرشان گذشته بود از دنیا، یا از پدر یتیم مانده بودن. بینید الله تعالی یک انسان یتیم به دنیا چقدر مشهور کرد. از این پیش ابو هریره هم یتیم بودن، امام شافعی یتیم بودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یتیم بودن. الله تعالی وقتی که یک چیز میگیرد به عوض او دیگر چیز میدهد. مرتبه یهود یتیم الله تعالی بالا برداشت. سپس آنها به مکه مکرمه رفتن، حج کردند. بعد حج مادر امام بخاری و برادرشان عبدالله به بخارا برگشتند و محمد ابن اسماعیل بخاری در مکه و مدینه باقی مانده. بین این شهرها علم می‌گرفتند. به یمن رفتند، شنیدند که به بغداد آمدند، در عراق، در بغداد و در کوفه و در بصره و در نیسابور و در تمام کشورهای دنیا در کجایی که حدیث رسول الله باشد رفته جمع می‌کردند. حدیث جمع کردن این است که سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیغمبر حدیث میگفتن، سخن میگفتن، صحابه ها سخنهای پیغمبر از زبانشان از خود میکردن. بعد هر یک شخص یک حدیث از یاد میدونن. شاید بعضی ها خواب میرن، آنها از یاد نمیکنن. آنهایی که هوشیار هستن، آنهایی که خواب هستن برآمده میپرسن که چی گفتن. الله که مباشرتا نه به واسطه علم میگیرید. همین خیر علم رسول بعضی انسان ها حفظشون سست است، حفظ نمیکردن لیکن می نشستن. بعضی ها حفظ میکردن. انا همین شخص های حفظ کرده به تمام مشرق و مغرب پهن شدن. وقتی که پهن شدن این شخص به مصر رفت، این به عراق رفت، این به یمن رفت. صحابه های پیغمبر هر کجا چی داشتن؟ آنها شاگردها داشتن. بعد بعضی علمی که در یمن است در مدینه نیست، بعضی علم هایی که در عراق است در شام نیست، برای آنکه همون سخن از پیغمبر شنیدگی انسان علم گرفته رفتگی قطعیش. بنابراین علم در کتابه ها نبود، در حفظ مردم بود. بعد امام بخاری رحمت الله علیه به نزد آنها رفته علم می نوشتن. آن انسان می گفت که مثلا برای من استادم فلانی گفت، برای وی استادش فلانی گفت، برای وی استادش فلانی گفت، برای وی عبدالله ابن عمر گفت، برای عبدالله ابن عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته حدیث میگفت. بعد امام بخاری انا همین نوشته میگرفتن. خدا رحمت کنه. همین خیلی علم جمع کردن. در کجای گوشه و کنار دنیا اگر علم باشد، حدیث باشد، رفته در آنجا حدیث میشنیدن، حدیث میگرفتن، علم میگرفتن. حتی یک روز یک دهه نشان داده شدن که در آنجا یک انسان علم دارد. به نزد او وقتی که رفتن او را دیدن که اسب خود را با دست خالی جیغ میزد، اسبش ندا میکرد با دست خالی، یعنی اسب کنده کرده شده را. پرسیدن که برای چی این خیل میکنی؟ گفت که من میخواهم این اسب قپم. گفتن هیچی نداری؟ گفت فریب میدهم. گفتن که آن کسی که حیوان دروغ میگوید شاید از نام رسول الله نیز دروغ گوید. گفته علمش نگرفته آمدن. یعنی همین خیل با دقت از هر گونه شخص ها علم نمیگرفتن. حتی امام مالک پرسیدند که لما لم تأخذ عن عمرو بن دینار، برای که از عمرو بن دینار علم نگرفتی؟ عمرو بن دینار یک عالم مشهور، محدث، حدیث بسیار از خود میداند، برای که از علم نگرفتی؟ گفتند که من رفتم دیدم که وی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را راست ایستاده میگوید. فاجللت حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ناخذه قائم. من حدیث رسول الله احترام کردم که در حالت راست ایستاده گیرم. باید حدیث رسول الله نشسته، با آدابانه نشسته باید حدیث پیغمبر گفته نگرفتم، به سبب آنکه راست ایستاده حدیث میگفت. بی طهارت حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمیخواند. بنابراین الله تعالی مرتبه اینها را بالا برداشت. خلاص امام بخاری حتی یک قصه را هم نقل میکنم. امام بخاری در کشتی بودن، در داخل عصا تنگه ها داشتن.
و در بالایش چی؟ دستکی عصا. ناگاه به نزدشان در کشتی یک گدای آمد، یک تلبنده. بعد سری عصای گرفتن دستکشو یک دام طلا گران دادن، یک تا دیناری همون زمانه یک دام گران دادن و پر بود. بعد یک انسان از دور نظر داشت، بعد عصای حساب کرد که عصا چند سانتی متر است، چند متر است، یا یک متر کمتر یا یک متر. بعد حساب کرد که چند دانه یعنی تنگه میبرند. بعد حساب کرد و یک تا ترک کرد، برای اینکه یک تاش برای تلبنده دادم. بعد داد و فریاد زد که پولم گم شد، فلان قدر مقدارش گفت. بعد امام بخاری وقتی که دانستن که پولی که در عصا دارن انا همون مقداری که کسی داد گفته است، همین عصاشون میگویم با آب پرتافتن، با بحر پرتافتن. برای چی؟ برای آن که اگر آمده دریافت کنند و پول یابند، امام بخاری متهم میشن، یعنی تهمت کرده شده میشن. امام بخاری دوز نبودن لیکن بر بالایشان تهمت میشد. مردم از کجا میداند؟ مردم غیب نمیداند، الله تعالی میداند. لیکن گفتن که با اگر مردم گفتنش ممکن که فلان چی دوز، بعد علم این کسی هیچ کس نمیگرفت. بنابراین همینم از بحر پولشان برآمده پرتافته نمیشه. بسیار محافظت میکردن از هر کی علم نمیگرفتن آنها، برای اینکه این علم نازک است، این محافظت کردن، این برداشت کردن امری محال است. امام بخاری 16 سال حدیث جمع کردن، بعد 700,000 حدیث جمع شد در نزدشان. 700,000. از بین این 700,000 این کتاب صحیح بخاری را اختیار کردن. کتاب صحیح بخاری دید؟ انا همین کتاب صحیح بخاری است، یک مجلد عبارت از 7,000 حدیث ها هست، همراهی تکراریش 7,000 حدیث دارد، بعضی حدیثاش تکرار است برای مناسبت. امام بخاری انا همین کتاب 7,000 از بین 700,000 حدیث اختیار کرده. از بین 700,000 فقط حدیث های صحیح، حدیث های درست، حدیث هایی که انیق از زبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم برآمدگی هست، انا همون حدیث های اینجا در آوردن. برای اینکه حدیث های شرط هاش نازک، باید آن آدمی که حدیث میگوید خدا شخص عادل باشد، خدا ترس باشد، کارهای حرام نکند، کارهای واجب ترک نکند، فرض و واجبای نمازهای جماعت، دیگر کارهای فرض همش اجرا کند، بعد کارهای حرام نکند، گناههای صغیرانه هم بردوام نباشد. العدل من یجتنب الکبائر و یتقی فی مغلب الصغائر. عدل آن شخصی که گناههای کبیره را پرهیز میکند، گناههای صغیرانه هم بردوام نمیستد. اگر یک چیز گناه صغیره گوییم، اگر همون گناه صغیره هر روز اجرا کند دوی با کبیره میشد، گناه صغیره هم بردوام نمیکند. یک تو نیم تا گناه صغیره صادر شدنش ممکن ثانی با آداب باشد، با آداب به معنای که یک عمل اجرا نکند که اهل دیه، اهل شهر، اهل منطقه همون عمل بعد میدیده باشد. مثلا راست خسته طعام خوردن گناه نیست، بی آدابی است. یا در کوچه طعام خوردن یا در بازار طعام خوردن گناه نیست. لیکن اگر یک کودک یا یک انسان عادی در کوچه یا در بازار طعام خورد هیچ باکی نداره، لیکن یک عالم مشهور اگر در کوچه نشسته طعام خورد یا مثلا مراجعه خورد راهی را روان، این گناه نه اصلا، لیکن انا همون مردم عیب میکنه یا سری لوچ گردد. انا همین چیزا بی آدابی بمیدارم. باید انا همین صفتایم نباشد شخصی محدثنده، با آداب باشد، همه جهت مردم رو تعریف کنم، یعنی اکثریت مردم. اما یکتونیم تو منافقای حساب نه. در تمام دنیا حتی پیغمبرای مردمایی بودن که از قفاهاشان سخن میکرده، این چیزی معروف مشهور، لیکن جمهور حساب است، یعنی اکثریت مردم وقتی که محبت دارند و احترام میکنن همین قدر حساب است. این یکمی شرط محدث. دومینش ذهن او چنان ذهنی باشد که چی خیلی که شنید انا همون خیلی برده رساند، حتی حرفهای حتی کلمه های جای همدیگرش تغییر ندهد، معناش درست باشد هم.
چی خیلی که شنید انا همون خیل برده رساند. این یکی از شرطش. سیوم شرطش باید استازی که همون علم گرفت باید بین اینها واخوری شدگی باشد، از همدیگر علم گرفته باشد. ما میبینیم که آیا بخاری از مثلا استادش عبدالله ابن زبیر روایت کرده استادش از آیا عبدالله ابن زبیر دیده است یا نه؟ این کی وفات کرد، این کی از دنیا به دنیا اومد، همین دیده میشه. آیا اینها واخورده علم گرفتن؟ این میگوید اتصال و سند، پیوسته سند، اینها به همدیگر چی چسبیده. این سیومین شرط. و از عیب و کسلی های علت های قادحه سند سالم ماند، یعنی عیب نداشته باشد، یگان عیب داخلی ظاهرش درست و در باطن یگان عیب درونی نداشته باشد و شاذ نباشد. یعنی این حدیث مخالف دیگر حدیث ها نباشد یا مخالف قرآن کریم نباشد. این حالتا حدیث صحیح میشه. بنابراین فقط حدیث های صحیح جمع کردن امام بخاری، خدا رحمت کنه. فقط چی کردن؟ حدیث های صحیح جمع کردن، نامش الجامع الصحیح مانده. جامع صحیح، حدیث های صحیح فقط جمع کردن. اگر یک حدیث انا همین کتاب میدارم گناهگار اول غسل میکردن رفتن، بعد آمده 2 رکعت نماز میگذاشتن، استخاره میکردن پروردگارا انا همین حدیث داخل کتاب صحیح بخاری و درارم یا ندارم. اگر درآوردنم حق باشد توفیق ده، اگر درآوردنم حق نباشد من دور کن. همین خیل 2 رکعت نماز خونده بعد می درآوردم، همین خیل کتاب پر کردم. کتاب ترتیب بی‌نهایت عجیب و دقیق که نوشتن که تا امروز مردم میخواند، گاه خنده میکنند از جهت تعجبیش، گاه گریه میکنند از جهت عجایبیش و خوشروگیش. کتاب بی‌نهایت بزرگ است. بنابراین در تمام عالم سفر کنید، در تمام مسجدهای دنیا روید، در آخرش میگوید که رواه البخاری، این حدیث امام بخاری روایت کرد. اگر بخاری روایت کردن گفت دیگه اون گپ نیست، و حدیث صحیح می ناصحیح می نادرست است. بخاری روایت کرده باشد و صحیح است، حتی همین مشهور شد. وقتی که کتاب جمع کردن در دولت‌های کشورهای عرب و عجم در همه جا درس میگفتن، بسیار مرتبه بزرگ برسه. البته قصه های امام بخاری زیاد است، لیکن ما مختصر درباره امام بخاری و درباره صحیح بخاری مختصر معلومات میدیم. حدیث های هم بسیار شرح نمیدیم، حدیث های هم کوتاه شرح میدیم برای فهم مردم. بعضی علم های هست که در بین این حدیث ها، علم های رجال، علم های سند، علم های تخریج، علم جرح و تعدیل، علم علل احادیث، یا علم بعضی مثلا علم هایی که فقط طالب علم ها میفهمن، عالم ها میفهمن، ما اون جاهاش به کاردار نمیشیم. برای آن چیزی که مردم میفهمن از سخنهای پیامبر، اون جاهای توضیح و واضح و شرح و معنی گفته گذشته میریم انشاءالله، تا جایی که الله تعالی نصیب روزی کرده باشد انشاءالله این کتاب بزرگ به شرح و معنی گفتن شروع میکنیم. امام بخاری رحمت الله علیه به فتنه ها گرفتار شدن. 62 ساله و 61 ساله بودن که با محمد ابن یحیی ذهلی بین اینها فتنه‌گرها فتنه انداختن. شاگردای آنها آمده به نزد این کس می نشست، سخن این کس می برد به آنجا، می گفت امام بخاری این خیل گفته که پی نادرستم برده می رسان، خطا فهمیده. و این انسان محمد ابن یحیی ذهلی امام اهل نیسابور گفت اگر همین گفت گفته باشد و یعنی از اهل سنت بیرون برآمد و بدعت چی است. گفته امام بخاری را تهمت کرد. امام بخاری با همراهی امیر بخارا بینشان جنگ و جدال بود. امیر بخارا امام بخاری را طلب کرد که آمده صحیح بخاری را در خانه‌اش به امیر درس گویم، در امیر بشهر بخارا. امام بخاری به جواب مکتوبش نوشتن که السلام علیکم و رحمت الله، یعنی علیک گرفتن به سلامش، گفتن که این علم چیزی بزرگ است، علم رو من خور کردن نمیخوام، اگر علم در کار باشد بیا اومده علم گرفته نوشتن. بار دوم چی کرد؟ پادشاه امیر بخارا مکتوب نوشت که اقلا فرزندان امام صحیح بخاری تعلیم ده. گفت فرزندان امام خاص امام بخاری گفتن که این علم است، این من از بعضی مسلمان های از بعضیشون جدا نمیکنم. کسی که خواهد مرحمت آمده حضور کند اشتراک کند، من جدا نمیکنم فرزندی بایه از فرزندی کم بغل.
گفتن که بین آنها بدبینی پیدا شد و امیر بعض عالم ها را ضد امام بخاری مجبور میکرد که سخنهای بد گویند. حتی وقتی که به بخارا آمدن نیمی بخارا پیشازو بر آمدن، نیمی دیگرش میگفتن که ندارد به شهر ما. حتی از سمرقند خط آمد که ما اهل سمرقند شما قبول میکنیم اگر آنها قبول نکنند. بعد وقتی که به سمرقند رفتند، پیش از آن که به سمرقند روند، اهل سمرقند نیز به دو تقسیم شده بود. یک قسمی او میگفت که درآید، یک قسمش ندرآید. خلاص به همین قول آمدن که درآید. این کس امام بخاری در خرطنگ گفته که یکی از دیههای سمرقند، دیههایی که سرشبی در آمدی سمرقند میشد، انا همان جانو بودن که همین خبرشون دیدن و دعا کردن که پروردگارا زمین برای من با وجودی وسیعیش تنگی کرد، فقبضنی الیک، من جانم گیر گفتم. دعا کردن که بعد چند روز از دنیا شب عید گذشتن، پگاهی جنازه‌شون در نماز عید فطری رمضان در سن 62 سالگی سال 256 خوانده شد، از دنیا گذشتن. الله تعالی رحمت و مغفرت کنه. یگان عالم های دنیا مانند امام بخاری در دنیا مشهور نیست. جای اول میگیرن از روی شهرت و علم و عمل. خدا رحمت کنه. این صحیح بخاری در عالم امروز پیشانی عالم است. تمام مردم این کتاب میدانند که در این عبارت سخنهای پیغمبر است. بین امام بخاری بین پیغمبر 5 نفر انسان ها هست، یا در بعضی جاها 6 نفر، در بعضی جاها 3 نفر. به واسطه همونها امام بخاری از پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت میکنند. کتاب صحیح بخاری اولین کتابش کتاب بدء الوحی، چه خیل وحی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، یعنی دین اسلام چه خیل به پیغمبر آمد. یکم کتابش عبارت از همین کتاب نزول وحی است، چه خیل پیغمبر به وحی می آمد، عبارت از 7 حدیث است. دومین کتابش کتاب ایمان است، برای آنکه ایمان اگر مسلمان نباشد، مؤمن نباشد انسان، دیگه عملای طهارت و نمازش قبول نیست. بنابراین کتاب ایمان پیش بگرفتن. بعد این کتاب علم پیش بگرفتن، برای آنکه علم چقدر ضرورت دارد، فضیلت علم بیان کردن، طریقه علم گیری را بیان کردن. بعد کتاب طهارت، چقدر طهارت کردن لازم، صفتی پیغمبر طهارتشون. بعد کتاب نماز، بعد کتاب زکات، بعد کتاب حج بیان کردن. بعد آخرتر کتاب روزه بیان کردن. بعد اون طرفش کتاب خرید و فروش و کتاب تفسیر و کتاب نکاح و کتاب قاضی و حدود و اخبار پیغمبرهای و کتاب توحید و قدر و جنت و دوزخ و دیگر کتابهای آخر رو پرداختن. اول به طهارت و نماز و زکات و حج و روزه گرفتن. ما انشاءالله به شرح کتاب صحیح بخاری شروع میکنیم و طریقه ما همین که مختصر شرح میدهیم. یکی اگر اگان جای مناسب آمد، اگان سخنی مناسب آمد، در آنجا بسیارتر شاید اشاره کنیم، لیکن اصل یعنی در شرح ما به صحیح بخاری یعنی مختصر است، ساده است، برای فهم شخصان عوام است، برای اون که طالب علم در مجلس ما بسیار به عدد انگشت شمار حضور دارند. بنابراین چی میکنیم؟ از جهتی ما گفتیم این کتاب بزرگ است، این کتاب عظیم است، این کتاب باید کتاب علما میخوانند، لیکن شاید به سبب شنیدن این کتاب شاید طالب علم ها براین، یا اینکه محبت داریم به این کتاب که داخلش پر حدیث های رسول الله صلی الله علیه وسلم است، یک بار از عجایبات این کتاب با خبر شویم. بنابراین برای اختیار این کتاب برای درس گفتن اختیار کردیم.